سلام، به جلسه اول دوره رایگان ملکه دو خوش اومد. توی این قسمت قرار مهمترین ابزارها و وسایلی که برای رسم الگو، برش و دوخ نیاز داریم و بهتون معرفی کنم. فقط لازمه به این نکته اشاره کنم همه ابزارها و وسایلی که من معرفی میکنم الزامی به تهیه‌اش نیست. اما داشتن این وسایل میتونه خیلی بهتون کمک کنه و سرعت کار شما رو افزایش بده. پس بریم که شروع کنیم. خب، اول از ابزارهای رسم الگو شروع میکنیم. خطکش های گونیای 1/2 و خطکش گونیای 1/4 رو داریم که این خطکش واسه کشیدن الگو داخل دفتراتون میتونین استفاده کنین و از این خطکش گونیا میتونین برای الگوهای نمونتون استفاده کنین. و خطکش منحنی هستش که واسه کشیدن پهلوها و جاهای منحنی استفاده میکنیم و خطکش حلقه آستین که داخل این خطکش برای سایزهای کوچیک‌تر 36-38 مناسبه و بیرونش هم واسه سایزهای بزرگتر استفاده میشه. حتما هم یه خطکش 50 سانتی نیاز داریم. 50 یا 60 سانتی فرق نمیکنه، ترجیحاً فلزی باشه. میتونین خیلی راحت‌تر الگوهاتون رو باهاش رسم کنین. بعد از اون میریم سراغ کاغذ الگو که خب رنگ‌های متفاوتی داره، ولی من از این رنگش استفاده میکنم. داخل بازارم کاملا موجوده. یه مدلم هست کاغذ پوستی که ما استفاده ای نداریم اونچنان، به خاطر همین فقط کاغذ الگوهای عادی رو بگیریم که داخل همه خرازی‌ها موجوده، کارتون رو راه میندازه. برای کشیدن الگو من از ماژیک استفاده میکنم. ببینیم ماژیکا رو که مناسب کشیدن الگوه. اگه مبتدی هستین بهتره که از مداد استفاده کنین، چون به راحتی میتونین خطوط رو پاک کنین و باعث میشه که اگه اشتباهی انجام بدین بتونین برطرفش کنین. ولی برای کسایی که مبتدی نیستن میتونین از ماژیک استفاده کنین یا خودکار، فرقی نمیکنه. این ماژیکا به نظر من خیلی اوکیه. برای فیکس کردن الگوهاتون هم میتونین از انواع چسب استفاده کنین، حالا یا ماتیکی یا نواری، که خب من چسب نواری رو ترجیح میدم برای انجام دادن کارم. گزینه بعدیمون سانتیمتر هستش که واسه کشیدن الگو خیلی نیازه، واسه کنترل کردن. در کل یه وسیله فوق‌العاده کاربردیه که حتما باید یه دونه از این سانتیمترها تهیه کنیم. اصلی ترین لوازمی که نیاز داریم سوزن هستش یا وزنه. برای نگه داشتن الگوهاتونه، ثابت نگه داشتن الگوها میتونین از سوزن یا وزنه استفاده کنین. وزنه ها رو که خب میذارن روی الگوها و ثابت نگه میداره، ولی من بیشتر بهتون سوزن ها رو پیشنهاد میکنم، چون سوزن باعث میشه که الگو کاملا فیکس شه روی پارچه ها. از خودکارهای حرارتی و صابون هم میتونید واسه مشخص کردن مسیر دوختتون استفاده کنید. خودکارهای حرارتی با استفاده از حرارت اتو به راحتی پاک میشن و خیلی کارتون رو راحت تر میکنن. صابون هم که 2 نمونه داریم، یه مدل گچی هست، یک نمونهش هم به صورت صابونی هستش. این گچی ها به هیچ عنوان از روی پارچه پاک نمیشه، من اصلا اینا رو توصیه نمیکنم. مورد بعدی رولت هستش و کاربرد. کاربردش چیه؟ واسه مشخص کردن مسیر دوختمون استفاده میشه، به این صورت که این کاربونا رو روی پارچه میذاریم و مسیر دوختمون رو مشخص میکنیم. به نظر من هرچی کمتر به این دوتا وابسته باشین کارتون خیلی سریعتر پیش میره، ولی بازم نیازه که من براتون توضیح بدم. این کاربونا رو میتونین روی مقوا بچسبونین و راحت‌تر ازش استفاده کنین. مورد بعدی که لازمه بهتون بگم قیچی ها هستن. بهتره که واسه هر کارتون یه نوع قیچی داشته باشین. یه دونه قیچی حتما واسه برش استفاده کنین، یکی از قیچیاتون رو واسه بریدن الگوهاتون استفاده کنین. یعنی قیچی که برای کاغذ استفاده میشه با قیچی که برای برش استفاده میشه حتما با هم جدا باشه و متفاوت باشه. یه دونه نخچین یا قیچی هم که بغل دستتون باشه واسه بریدن نخهای اضافه، خیلی کاربردیه. مورد بعدی دستگاه نوار اریبزن هستش که سایزهای متفاوتی داره. الان من سایز 18 رو تهیه کردم. طرز استفادهش رو حتما توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم و اینکه لازم نیست برای ابتدای کار حتما تهیهش کنین، ولی اگه داشته باشین کارتون خیلی راحت تر انجام میدین.
مورد بعدی برای شکافتن درزا ازش استفاده میشه که بشکاف هستش. بشکاف هم که 2 تا سر داره، حالا طرز استفادهش هم داخل ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. مورد بعدی هم که این زیپ های خیاطی هستش که مدل های متفاوتی داره. این زیپ ها زیپ مخفیه که دندونهاش از رو اصلا پیدا نیستن. 20 سانتی و 50 سانتی داره داخل بازار. رنگای متنوعی هم داره، متناسب با لباستون میتونین این زیپ ها رو تهیه کنین. این زیپ ها به این صورت دندونهاش به هیچ عنوان پیدا نیست. یه مدل زیپ دیگه هم هست که زیپ شلوار بهش میگیم. اصولا 20 سانتی داره و دندونهاش هم اگه دقت کنین از رو کاملا مشخصه و برای زیپ شلوار استفاده میشه. زیپ بعدی هم زیپ دندون طلاییه که میتونین به عنوان مغزی ازش استفاده کنین یا به عنوان نوار روی کارتون ازش استفاده کنین که زیبایی خاصی رو به لباستون میده. اصولا واسه لباسای مجلسی استفاده میشه. مورد بعدی انواع لایه‌ها هستش که من براتون توضیح میدم. لایه حریر هستش و لایه پرشین که ما توی دورمون فقط از لایه حریر استفاده میکنیم. رنگ‌های متفاوتی داره. الان من سفید و مشکیشو براتون آوردم. یه طرفش حالت چسب داره، اگه داخل دوربین پیدا باشه. یه طرفش چسب داره که اون طرفی که چسب داره باید روی پارچه قرار بگیره. طرز استفاده لایه حریر هم حتما داخل ویدیو براتون توضیح میدم. یه نمونه دیگه هم هست، لایه چسب بهش میگن. یکم سفت‌تر از لایه حریر، کاربرد زیادی نداره، به نظر من تهیه‌اش نکنین بهتره. فقط لایه حریر استفاده میکنیم ما و میتونین حالا با تناسب با رنگ پارچه‌تون برین لایه حریرتون رو تهیه کنین. مورد بعدی نوار لقگیر هستش و زامفیکس ها که براتون توضیح میدم کاربردشو. نوار لقگیر واسه قسمت هایی که توی اوریب پارچه هستن استفاده میشه. به این صورته که چسب داره داخلش و یه سری نخهای خیلی نازک قرار گرفته که به هیچ عنوان کش نمیاد و برای قسمت‌های استفاده میشه که شما اوریب پارچه رو برش زدین، بلافاصله این نوار رو روش میچسبونین با اتو و این کار باعث میشه که اون پارچه دیگه به هیچ عنوان کش نیاد. طرز استفاده اینم حتما تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. مورد بعدی هم که انواع زامفیکس ها هست. زامفیکس فقط 2 رنگ داره، سفید و مشکی، ولی تنوعش به چند صورته. یکیش اینه که زامفیکس های سفید به صورت کاغذی هم هستن که ببینین چه شکلیه، جدا میشه از کاغذش و فقط این قسمت شفافش استفاده میشه و این دوتا با هم فرق میکنه. اینطوری اینا کلا بدون کاغذن، یعنی همینطوری استفاده میشن. به محض اینکه روی پارچه قرار بگیرن یا بخار اتو بهشون بخوره باعث میشه که حالت چسبندگی پیدا کنن و پارچه ها رو به هم بچسبونن. اصولا بهشون چسب پارچه میگن. این زامفیکس سفیده و اینم مشکی. واسه پارچه هایی که رنگ روشن دارن از رنگ سفید استفاده میشه. واسه پارچه هایی که رنگ تیره تری دارن از زامفیکس مشکی استفاده میکنیم. قطرشون هم که 1 سانتی داره و 2 سانتی. اینا پایه های چرخ صنعتی و چرخ خونگی هستن. یه سری پایه ها هست که خب خیلی کاربردیه، میتونین اونا رو تهیه کنین. اگر چرخ صنعتی دارین پایه 1 طرفه تهیه کنین، پایه نوار مغزی تهیه کنین. انواع پایه هاست دیگه، پایه هایی که فکر میکنین نیازتونه میتونین تهیهش کنین. اگر چرخ خونگی دارین که خب یه سری پایه ها رو روی خودش داره، یه سری ها رو میتونین تهیه کنین. پایه که مثلا باهاش چند بدوزین، پایه 1 طرفشون به این صورته. انواع پایه ها رو داره و میتونین تهیه کنین. اینم ماسوره چرخای صنعتی و چرخای خونگی هستش. اینا ماسوره چرخای صنعتیه به این صورته و چرخای خونگی هم 2 صورت داره، یه دونه پلاستیکی و یه دونه فلزی. باید هر کدوم رو جدا تهیه کنین، هیچ کدوم به اون یکی نمیخوره. مورد بعدی اتوی سرد هستش که من از یه تیکه سنگ مرمر استفاده میکنم. شما هم میتونین سنگ بخرین یا هر اتویی که داخل خونتون هست که استفاده نمیشه و کارایی نداره میتونین از اون استفاده کنین.
این سنگا رو میتونین از سنگ فروشی هم تهیه کنین و واسه اتوی سرد واسه قسمت هایی که بخار زدین استفاده میشه، یعنی به صورتی که وقتی استفاده کنین باعث میشه کارتون پرس بشه و تمیزی کار رو چند برابر کنه. اینم 2 نمونه چسب پارچه هستش که پودری و مایعی هستش و برای چسبوندن مروارید یا های تزئینی استفاده میشه. اینم واسه چسبوندن گیپور یا انواع پارچه های مجلسی استفاده میشه. گفتم بهتون معرفیش کنم، کاربرد داره ولی فعلا واسه این دوره نه. اینم انواع نوار اریب هستش، جنس های مختلفی داره. نوار اریب کتان، ساتن و توری هستش که این توری ها رو بیشتر داخل درزا استفاده میشه، درز پهلو و پایین لباس استفاده میشه. ولی این کتان ها داخل حالت مغزی میتونین استفاده کنین یا لبه کارتون میتونین استفاده کنین که این کتون ها مدل های مختلفی داره، گلدار داره، ساده داره، رنگ بندی متفاوتی داره. ولی من فقط ساتن رو پیشنهاد نمی کنم به هیچ عنوان، چون باعث میشه با یک بار شستن دون بشه و کارتون رو از تمیزی در بیاره. پس برای نوار اریب هیچ موقع از ساتن استفاده نکنید، یا کتان یا توری استفاده کنید. انواع سوزن‌های دوخت دستی رو داریم که میتونید باهاش دکمه‌هاتون یا برای کوک زدن استفاده کنین، به این صورته که تهش یه سوراخی داره که نخو از توش رد میکنین و برای دوختن دکمه‌ها یا برای کوک زدن میتونین از این سوزن‌ها استفاده کنین. مورد بعدی انواع دوک‌ها هستش که خب رنگ بندی داره و میتونین توی بازار تهیه کنین. برای چرخ‌های صنعتی حتما باید از این دوک‌های بزرگ استفاده کنین، ولی برای چرخ‌های خونگی میتونین از این دوک‌های کوچیک هم استفاده کنین. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما رنگ پارچه‌تون تهیه کنین. این کار باعث میشه تمیزی لباساتون و تمیزی دوختتون چند برابر بشه. یکی از گزینه‌های دیگه‌مونم نخای سردوز هستش که خب قبلا فقط بزرگش موجود بود ولی الان کوچیکش هم هست. میتونین از این کوچیکا تهیه کنین و رنگ پارچه‌تون باشه، باعث میشه داخل کارتون هم تمیز باشه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم از این نخای سردوز هم استفاده کنین. و مورد آخر توی این قسمت دفتر خیاطی هستش که خب من اول ویدیو هم بهتون گفتم به هیچ عنوان لازم نیست دفتر خیاطی داشته باشین، یعنی همچین دفتر بزرگی داشته باشین که بخواین دونه دونه الگوها رو داخلش بکشین و به صورت تئوری مطالب رو داخلش بنویسین. ترجیحاً یه دفتر کوچیک داشته باشین که یه سری نکاتی که حالا فکر میکنین فراموش میکنین یا نکاتی که من بهتون میگم و نیاز یادداشت بشه اونا رو داخلش یادداشت کنین و اینطوری میتونین همیشه اینو در کنارتون داشته باشین، هر موقع نیاز داشتین بهش مراجعه کنین. ابزارهایی که براتون توضیح دادم همه برای رسم الگو، برش و دوخت کارمون بود. یه سری ابزارهایی هست واسه اتو کشی که حتما اون رو براتون توضیح میدم در انتهای ویدیو، پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. اگر تا این مرحله توضیحات براتون کاربردی بوده و خوشتون اومده، خوشحال میشم که حتما چنل رو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. اینجا دوره ملکه دوخت هستش و ما در حال آموزش 0 تا 100 خیاطی هستیم. خب اینم از وسایل اتو کشی هستش، یه نمونهشو براتون توضیح دادم. اتوی سرد هستش که واسه پرس کردن پارچه ها ازش استفاده میکنیم. یه نمونهش هم بالشتک هستش، خب انواع مختلفی داره. من این مدلشو خریدم که خب خیلی کاربردی تره. یه دونم هست ژانت سینه هستش که شبیه سینه، کاپ سینه است و باعث میشه که فرم سینه رو بگیره لباساتون. یه نمونه به این میگن ژانت حلقه آستین که میتونین پهلوهاتون و آستیناتون رو روش اتو کنین و به نظر من خیلی خیلی کاربردیه. تمام چیزایی که توی این بخش دارم براتون توضیح میدم فوق العاده کاربردیه و حتما اگه داشته باشین باعث میشه چند لول کارتون افزایش پیدا کنه. اینم از ژانت سرشانه که به این صورت هستش و طرز استفادهش هم داخل ویدیوهای بعدی حتما براتون توضیح میدم. اینم از لیست ابزار و وسایلی که لازمه برای ابتدای کار تهیهش کنین تا بتونیم کارمون رو شروع کنیم. موفق باشین.